سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز قصد دارم یکی از اصیل ترین و سنتی ترین غذاهای ایرانی رو آموزش بدم و البته خوشمزه ترین آبگوشت اصیل ایرانی. بریم سراغ مواد اولیش. گوشت گوسفندی 300 تا 400 گرم، نخود 1 فنجان و همینطور سیب زمینی 2 عدد، پیاز 1 عدد، گوجه فرنگی 1 عدد، زعفران دم کرده به مقدار لازم، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه با ادویه غذایی به مقدار لازم. برای تهیه آبگوشت ابتدا لازمه که نخود رو از شب قبل خیس کنیم و بذاریم که خیس بخوره تا 1 شب بگذره و همونطور که میبینید کاملا آماده است برای پخت. همونطور که میبینید ما داخل یک سوت‌پز نخود همینطور گوشتمون رو میریزیم. گوشت حدوداً 300 الی 400 گرم برای این آبگوشت کافیه و یک پیاز رو از وسط نصف میکنیم و داخلش میریزیم. همینطور آب رو بهش اضافه میکنیم و در زودپز رو میبندیم و میذاریم که بپزه. داخل زودپز حدود 1 ساعت و داخل قابلمه حدود 6 ساعت طول میکشه که آبگوشتمون کاملا جا بیفته. ببینید من الان از زودپز در آوردم، کاملا پخته شده و الان من ادویه‌هاشو بهش اضافه میکنم. ابتدای کار زردچوبه بهش میزنم. زردچوبه خیلی طعم عالی به آبگوشت میده و بعد از اون ادویه غذایی که ترکیبی است از فلفل سیاه، زردچوبه، پودر جوز هندی، پودر میخک، پودر دارچین، پودر هل و کمی زیره سبز و سیاه و بعد فلفل سیاه و نمکش رو بهش اضافه میکنم. همیش میزنم و بعد زعفرون رو بهش اضافه میکنم. زعفران طعم و عطر بسیار عالی به آبگوشت میده، هرچند که ما زردچوبه استفاده میکنیم ولی طعم زعفران خیلی بهتره. خب الان سیب زمینیایی رو که من به صورت حلقه برش زدم داخل قابلمه میریزم و همینطور یه گوجه فرنگی و میذارم روی اجاق گاز تا سیب زمینی ها و همینطور گوجه فرنگیش پخته بشه و مواد طعم و عطر همدیگر رو بگیرن. خب بعد از چند دقیقه سیب زمینی ها پخته میشه و ما وقتشه که رب رو بهش اضافه کنیم. یک مقدار از آبگوشت رو به داخل رب اضافه میکنم تا از غلظتش کم بشه و به راحتی با مواد ترکیب بشه. چند دقیقه که مواد با هم دیگه به اصطلاح پختن و جا افتادن، آبگوشتمون آماده است برای سرو. به به، بسیار عالی، خوش آب و رنگ، آبگوشت سنتی ایرانی واقعا میچسبه. دوستای عزیزم، امیدوارم که این آبگوشت خوشمزه رو تهیه بکنید، همراه خانواده‌تون صرف بکنید. بسیار خوش آب و رنگ شده. من یه مقدار هم پودر دارچین روش میریزم تا بهتر و خوش آب و رنگتر و خوشمزه تر بشه. دوستای عزیزم، اگه از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.